هر موقع خواستیم شربت در هر غیظت به زنبوران بدی 15 روز 20 روز در میان افسنتین بدیم برای بیماری های ویروسی وارسی و تمام باکتری و موثری سیاهیست به نام افسنتین. نوزما بیماری که ناشناخته است، یعنی خسارتی وارد می‌کنه کمتر از چنه نیست ولی زنبورکار نمی‌کنه. این شما اگه الکل پیدا کردین، الکل طبی بهداشتی اتانول، اینو 40% می‌کنی، 86%، 40% می‌کنین، بعدم فینول رو می‌ریزین در یه ظرفی پر می‌کنید. افسنتینو یه علفی دیگه، نه افسنتین چیز دیگه علفی فتاریا داره، پر می‌کنی محکم، الکل می‌ریزی پر میشه، درشو میذاری در یکیشو می‌ریزی 3 روز می‌مونه. بعد از 3 روز اینو از صافی میگذاره یه مایع محلول قرمزن به دست میاره. به هر لیتر شربت 2 قاشق از این بریز. به هر لیتر شربت بس به 3 بار به هفته به فاصله 5 تا 7 روز بده ببین چیکار میکنه. شما در ضمن خدا شاهده بدی صبح برابر این زنبوران پرواز میکنن. الکل به اضافه اون حتی فرصت کردیم افسنتین رو دم بکنین